مستند صحبت بکنیم. ما راجع به هر حرفی میزنیم سند داریم، رو زمین هم نشون میدیم. هر چیزی اگر بنده بگم آقا ما 3 تا لیوان ساختیم، میبرم با آدرس نشون میدم رو زمین. پالایشگاه گاز پارسیان که بزرگترین پالایشگاه گازی کشور، در همین دولت کلید خودم دادم تمام شد. اصلا ما نرسیدیم بریم افتتاح کنیم. به ادعای آقای احمدی نژاد کل عملیات احداث و راه اندازی پالایشگاه گاز پارسیان در زمان ریاست جمهوری ایشان انجام گرفته است. بگذارید با هم نگاهی به وبسایت رسمی این پالایشگاه دولتی بیاندازیم. در وبسایت گوگل عبارت پالایشگاه گاز پارسیان را جستجو می‌کنیم. نشانی وبسایت رسمی پالایشگاه گاز پارسیان را پیدا می‌کنیم و به آنجا می‌رویم. در صفحه باز شده روی گزینه تاریخچه کلیک می‌کنیم. روی دکمه توضیحات بیشتر کلیک می‌کنیم. همانطور که می‌بینید به گواهی این جدول پالایشگاه گاز پارسیان در سال 82 یعنی 2 سال قبل از روی کار آمدن آقای احمدی نژاد گاز تولید می‌کرده است. بگذارید به جستجویمان ادامه بدهیم. این دفعه به وبسایت شرکت ملی نفت ایران می‌رویم و در شماره 4 نشریه نفت و توسعه نگاهی به عملکرد بخش گاز می‌اندازیم. روی عبارت موازنه دریافت و مصرف گاز طبیعی در سال 1382 کلیک می‌کنیم. به این عبارت نگاه کنید: احداث پالایشگاه پارسیان. این پالایشگاه با ظرفیت 25 میلیون متر مکعب در روز در سال 1382 به بهره برداری رسید. سری به آرشیو خبرگزاری مهر میزنیم. به این خبر نگاه کنید: در تاریخ 25 شهریور 1382 سید محمد خاتمی فاز اول پالایشگاه پارسیان را افتتاح کرد. پالایشگاه گاز پارسیان که بزرگترین پالایشگاه گازی کشور، در همین دولت کلید خودم دادم تمام شد. چه کسی از افشاگری میترسد؟ 22 خرداد شما تصمیم بگیرید.